و ازتون خواهش میکنم که موقعی که بچه ها سخنرانی میکنن نظم رعایت کنید، سکوت رو رعایت کنید. تشکر. احکام اعدام لکه ننگی است بر پیشانی حاکمان جمهوری اسلامی که بقای خود را در شکنجه و اعدام می‌بینند و جمهوری اسلامی با این احکام در تلاش است تا صدای ملت را خاموش کند. اما این احکام وحشیانه تنها عزم مردم را برای سرنگونی این رژیم قوی‌تر می‌کند. اعدام نه عدالت است نه قدرت و تنها چهره واقعی یک رژیم جنایتکار را نشان می‌دهد. برای لغو احکام اعدام و پایان دادن به هر نوع شکنجه جسمی و روانی باید سلطه و اقتدار جمهوری اسلامی در هم شکسته شود، چرا که هیچ حکومتی با سرکوب به اعدام پایدار نبوده و نخواهد بود و سکوت ما در برابر اعدام ها و خونهایی که جمهوری اسلامی برای پایداری حکومت خود میریزد نشان ضعف و همراهی ما با سرکوبگران است و وظیفه همه انسانهای آزادیخواه در سراسر دنیاست که صدای آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم ایران را به گوش جهانیان برسانند. خامنه ای بدونه به زودی سرنگونه، حکومت آخوندی نمیخوای، این آخرین پیام هدف کل نظامه، این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت، تشکر. آقای رهبر بهزادپور تشریف بیارید. رهبر بهزادپور غایبه برا غایبه. دوای اوکی ابراهیم. یاسین ها؟ والله ما بخير. جواد وحيده ميسم درود بر شما. من رهبر بهزادپور اهل کرمانشاه به اتفاق ایرانیان ساکن در انبارگی جمع شده ایم که مخالفت خود را با جمهوری اسلامی ایران اعلام کنیم و هر چه زودتر خواهان آزادی زندانیان سیاسی در بند ایران هستیم. به امید روزی که بتونیم جشن آزادی رو در ایران بگیریم و نه به اعدام، زن زندگی آزادی. تشکر. ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، woman life freedom. آقای جواد کلانتری تشریف بیارید. کلانتری آقای کلانتری وقت آزاد هر موقع بود 30 نفر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با سرکوب بیرحمانه معترضان و مخالفان خود از اعدام به عنوان ابزاری برای ترساندن مردم و ساکت کردن صدای اعتراضات استفاده می‌کند. این اعدام‌ها هم نقض کامل حقوق بشر است و هم خشونت و بی‌عدالتی در سیستم جمهوری اسلامی. خامنه‌ای برای حفظ قدرت خود هیچ گونه احترامی به جان و حقوق مردم قائل نبوده است. از سرکوب معترضان تا اعدام‌های بیرحمانه همه چیز از دید او به عنوان رهبر جمهوری اسلامی قابل توجه نبوده است جز حفظ صندلی قدرت و سلطه‌ای که بر ملت ایران دارد. مردم ایران حق این را دارند که آزادانه صدای اعتراض خودشون رو به گوش سران حکومت برسونند و ترسی از این نداشته باشند که با تهدید به مرگ سرکوب خواهند شد. ما اینجا خواستار پایان دادن به اعدام‌ها هستیم، اعدام‌هایی که بدون هیچ مدرکی و بدون یک محاکمه قضایی واقعی صادر می‌کنند و جان مردم آزادیخواه ما را در داخل ایران می‌گیرند. حکومت اعدامی اسلامی 45 سال است که با همین سیستم صدای همه معترضین رو خاموش کرده و با نمایش‌های دروغین در رسانه‌ها خودش رو حکومتی نشان میده که انتخاب مردم است. مردم ایران ما این حکومت کثیف رو نمی‌خواهند و خواستار براندازی این حکومت اعدامی هستند. ما ایرانیان آزادیخواه اینجا به خامنه‌ای قاتل اعلام می‌کنیم که روزهای آخر حکومتت فرا رسید
و باید تقاص تک تک خونهایی که ریختی پس بدیم. ما با رمز زن زندگی آزادی و مرد میهن آبادی ایران رو پس میگیریم و تقاص خون جوانان خودمون رو از تو و از تک تک کسانی که باعث مرگ مردم آزادی خواه ما شدن رو حتما خواهیم گرفت. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر حکومت اعدامی، مرگ بر حکومت اعدامی، مرگ بر خامنه‌ای قاتل، مرگ بر خامنه‌ای قاتل. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. مرد میهن آبادی. بگید دیگه موقعی که شما میده شما زحمت بکشین بگید. آقای رستگار خندان بفرمایید تشریف بیارید. درود. ای مردمان ایران زمین، ای وارثان نامی که تاریخ هرگز از یاد نمیبرد، ای فرزندان سرزمینی که آفتاب نخستین طلوعش را بر آن افکنده است. امروز در این زمین مقدس، در این دشتی که هر دانه خاکش آغشته به خون نیاکان ماست ایستاده ایم، نه چون مردمانی که میترسند، بلکه چون کوههایی که طوفان در برابرشان ناتوان است. نه چون مردمانی که میترسند، بلکه چون کوههایی که طوفان در برابرشان ناتوان است. این لحظه از تاریخ مرز میان فراموشی و جاودانگی است. یا میمیریم و رسممان در رسیم صبح ناپدید میشود، یا میجنگیم و ناممان بر سنگهای تاریخ همچون نیاکانمان حک میشود. ای خواهران و ای برادرانم، کدام انسان را میشناسید که عشق میهن در سینه داشته باشد و پا به این میدان پس کشیده باشد؟ چه کسی را دیده اید که در سایه ترس زیسته باشد و نامش را به شکوه به یاد آورده باشد؟ حتی اگر امروز در این راه سرزمین جان خیش را فدا کنیم، در قلب آیندگان ادامه خواهیم داشت و این مفهوم جاودانگی است. در این نبرد ما برای گشایش مرزها نمی جنگیم. مرزها را می توان بر روی نقشه ها کشید و پاک کرد. ما برای چیزی می جنگیم که هیچ دستی، هیچ شمشیری و هیچ دشمنی نمی تواند آن را از میان بردارد. ما برای خاک مقدس ایران شهر می جنگیم. ایران شهر نه جایی است در میان کوههای البرز، نه در رودهای خروشان اروند و کارون، نه در کویر لود و نه در جنگل‌های یکان. ایران شهر در سینه ماست و نامی است که نیاکانمان بر ما نهادند. در اشک مادرانی است که پسرانشان را به میدان فرستادند. در دست پینه بسته دهقانانی است که گندم را در خاک میکارند بیان که بدانند آیا خورشید فردا بر این زرزمین خواهد تابید یا نه. و امروز ای خواهران و برادران، روزی فرا خواهد رسید که دیگر ما در این جهان نیستیم، اما ایران شهر همیشه خواهد بود. اگر بمیریم با خاک این زمین در می‌آمیزیم و اگر زنده بمانیم با افتخار تاریخ را در مشت خود خواهیم داشت. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی. تشکر. و آقای یاسین رستمی تشریف بیارید. درود به شما. من یاسین رستمی هستم و این صدای درد یک ملت زخم‌خورده است. صدای مادری که فرزندش را به چوبه دار سپرده بی آنکه صدایش شنیده بشه. صدای جوانانی که به جای دانشگاه به سلولهای تاریک فرستاده شدند فقط چون آزادی خواستند. ما اینجاییم که بگوییم اعدام پایانی است، جنایته. ما اینجاییم که فریاد بزنیم زندان برای اندیشه ننگ تاریخ خواهد بود. ما اینجاییم چون نمیخواهیم دیگر هیچ مادر داغ فرزند را ببیند، نه به اعدام، نه به سرکوب، نه به زندان اندیشه. ما میمانیم تا بجنگیم تا روزی که آزادی بر دیوارهای این سرزمین بنویسیم. هیچ انسانی به خاطر حقیقت نباید تاوان جان دهد. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی، ژن ژیان آزادی. ممنون. و آقای وحید علی مرادی تشریف بیارید.
بچه ها موقعی که بچه ها شعار میدن شعار بدین دیگه. با درود، من وحید علی مرادی میرحصاری امروز اینجا ایستادم و صدای کسانی باشم که دیگر صدایی ندارد. ادامه‌هایی که در خیابان و زندانها انجام شد بخشی از نقشه‌های شوم رژیمی است که می‌خواهد ترس را در دل مردم ایران بکارد. اما بدانید جمهوری اسلامی هر چقدر که مردم را بکشد، هر چقدر که حکمای اعدام را صادر کند، هر چقدر که صدای آزادی خواهان را خاموش کند، هیچگاه نخواهد توانست مردم ایران را به زانو درآورد. حتی انفجارهای اخیر در بندر عباس هم بخشی از نقشه‌های شوم جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس و تفرقه در میان مردم است. اما مردم ایران به خوبی می‌دانند که دشمنان اصلیشان تنها فقط جمهوری اسلامی است. ما باید سکوت نکنیم. ما مردم ایران باید اجازه ندهیم که خون مردم بیگناه در خیابان‌ها ریخته شود. ما آمده ایم تا بگوییم جمهوری اسلامی باید برود. جمهوری اسلامی نمیخوایم. جمهوری اسلامی نمیخوایم. جمهوری اسلامی نمیخوایم. جمهوری اسلامی نمیخوایم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. 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 جان آزادی. جان آزادی. زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی. درود بر شما. تشکر. آقای بهزاد حقانی تشریف بیارید.